کشورهای آسیای مرکزی را مناسبت‌های درینه تاریخی و فرهنگی به هم می‌پیوندند و طی سالهای اخیر روابط دوجانبه و بسیارجانبه میان دولت‌های منطقه در تمام سمت‌ها رشد و تحکیم می‌یابند. جامعه شناسان تاکید می‌دارند که توسعه همکاری‌ها و همگرایی منطقوی به نفع مردمان همه کشورهای آسیای مرکزی میباشد. این لحظه وابسته به موضوع روابط میان دولت‌های آسیای مرکزی در حوزه واخوری ششم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی در شهر استانه جمهوری قزاقستان با دیرکتور انستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان رستم حیدرزاده در تماس هستیم. در آغاز می‌خواستم در مورد واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی کمی معلومات می‌دادید. از نگاه شما آن چگونه فرمت است و چی هدف دارد؟ در حقیقت نشستی سربرانی دولت‌های آسیای مرکزی یک پدیده خیلی جوان است در فضای ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی و هدف از آن البته پیش از همه مشورت نمودن و حل نمودن یا یافتن راه‌های حل مسائل داغی روز، خصوصا مسائلی که با رشد منطقه با تامین امنیت منطقوی داخل دارد و این یک نشست به حکم آنها در آمده است و کوشش میکنند که سرانان کشوران با این با رشد منطقه با مستحکم که تحکیم نمودن موقع سیاسی ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی همچون یکی از منطقه خیلی تاثیر بخش یعنی که بازم بیشتر نمایند و با نظر داشت وضع مرکب ژئوپلیتیکی گفتن ممکن است که آسیای مرکزی یکی از منطقه‌های کلیدی امروز به حساب می‌رسد و شما دیدید که امروزها فعالیت بزرگی اقتصادی سیاسی فرهنگی از اروپای غربی بیشتر به اوراسیا می‌کوچد و اوراسیا و خصوصا آسیای مرکزی یکی از منطقه‌های کلیدی منطقه‌های تاثیربخش تاثیرگذار مبادل گشته است و البته بعد از سال 2020 ما دیدیم که همگرایی اقتصادی فرهنگی و دیگر نمودی همکاری‌ها بین کشورهای آسیای مرکزی وسعت گرفته ایستادند و البته نشستی سربران دولت‌های نشست مشورتی سربران دولت‌های آسیای مرکزی به همین روانش است که باز هم همکاری ما خوبتر و بهتر گردد. سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی در این واخوری با یادآوری از افزایش گردش مال میان کشورهای منطقه تاکید نموده که در صورت استفاده ثمرناک اقتدار موجوده گردش مال در منطقه میتواند در آینده نزدیک به 20 میلیارد دلار آمریکایی رسد. به نظر شما کشورهای این منطقه چه امکانیت‌ها دارند که تا حال استفاده نگردیدند؟ ظرفیت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی آسیای مرکزی خیلی بزرگ است و امروزها وابسته به آن که آسیای مرکزی به یک نقطه خیلی مهمی ژئواقتصادی و ژئوپلیتیکی مبادل گشته است. سهم آن در رشد اقتصاد جهانی و تجارت جهانی می‌افزاید و البته پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان که یک سیاستمدار خیلی تجربه دار و دوراندیش دوربین هستند و خوبی درک میکنند که در حقیقت اولی ظرفیت‌های زیادی موجود هستند که آن را ما باید استفاده بریم به منفعت‌های آسیای مرکزی. تشبساتی که از جانب اولی در عرصه جهان پیشنهاد شدند خصوصا در موضوع استفاده آب ثمرناک آب در موضوع مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی دینی اینها همه با آن روانه شده بودند که منطقه متحد گردد در سمت همکاری اقتصادی در سمت مبارزه مقاومت بر ضد تروریسم بین‌المللی پنجشوی دیالوگی افراطگرایی و از طرف دیگر امکانات‌های نوی را پیدا نمودن برای رشد تجارت و البته آسیای مرکزی از دوره‌ای که اینجا مردمی بومی خودشان تاجیک‌ها و دیگر ملت‌ها ساکن بودند این یک مرکزی بزرگی تجارت بود و ما در خود قعر راه ابریشم قرار داشتیم و گفتم ممکن است که بیشتری رشد که تجارتی که برای راه ابریشم می‌گذرد از طریق چین می آمد هندوستان چین می آمد با آسیای مرکزی و بعداً با طرف اروپا می رفت این نقش آسیای مرکزی به حال باقی مانده است و امروز چون که مدت وضعیت متشنج می گردد و بعضی کشورها با جنگ و نظام مشغول هستند اما انسانیت میخواد رشد ببرد انسانیت میخواد که یک تکانی روی دهد در فضای اجتماعی خود در فضای سیاسی خود و فرهنگی خود سودا تجارت هیچگاه
چیزی که من کردن نمیشه چون که مال استیسون میشه اینکه باید که چیزی استیسون شد با فروش برده شود و مثلا کشور باید نیاز دارد با محصولات کشور دیگر با همین رو تجارت رشد می‌یابد و در حقیقت آینده آسیا مرکزی اگر از جهتی رشد تجارت می‌بینیم خیلی خیلی بزرگ است و پرزیدنت کشور ما محترم امام رحمان خیلی با مورد و خیلی دوربینانه این رو قید کردن که ما میتونیم تا 20 میلیارد دلار آمریکا اون رو باز بیشتر هم افزایش دهیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پس منظر افزایش خطر و تهدیدهای جهانی پیشنهاد نمودند که شکل‌های نوی ثمرناک همکاری در ساحه امنیت تحریزی گردد و تأسیس مکانیزم‌های همکاری ضد مقامات حفظی حقوق ضرور شمرده شد. به نظر شما کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با خطرهای امروزه جهانی چگونه همکاری و منفعت‌های مشترک دارند؟ جهان دائما در شکل تحرک در با صورت ادامه دارد و یگان پدیده نیست که دائما در یک شکل شخص شده باشد بلکه هر روز یک پدیده نوی یک بگیم که چالش نوی و تهدید نوی پیدا می شود که اگر ما زمان امروز را با 10 سال پیش مقایسه کنیم امروز تهدیدهای نوی پیدا شدند که ما آن را 10 سال پیش 20 سال پیش بینی کردن نمیتونستیم. مثلا این کیبرجنایت ها استفاده فضای مجازی و ویرتوالی برای هدفهای تخریبکارانه گروه‌های تخریبکاری تروریستی و این وادار میکند که ما رو که مادامی که گروه‌های تروریستی با که اونها هم گوناگون ملت هستند با هم همکاری دارند چرا دولت‌های آسیا مرکزی نباید که باید که از این همکاری دست کشند؟ برعکس ما هم باید همکاری کنیم یعنی که این خطرهایی که برای آسیا مرکزی یعنی که پیدا شدن این خطرهای دستجمعی میباشند و به تمام منطقه داخل دارند و آسیا مرکزی یک منبع خیلی بزرگی اشیاء خام نفت و گاز و دیگر کندانهای معدن‌های فایده‌ناک میباشد و از طرف دیگر آسیا مرکزی تاثیرش با گیواقتصادیات جهان و با عموما تجارت جهانی خیلی کم شده است و هر یک برقدرتی که تاثیر خود را در آسیا مرکزی دارد و میتواند به همون تجارت جهانی اقتصاد جهانی هم تاثیر خود را برساند. وقتی که اتحاد است یعنی که دولت‌های آسیا مرکزی در اتحاد در وحدت هستند و مکانیزم‌های یکجایی مقاومت رو بر ضد هر گونه تهدید کارکرد میکنند و در اینجا البته تاجیکستان پیشرفت میباشد. خصوصا پیشوای ملت محترم امام رحمان با تشبسات سازنده این سمت خیلی بسیار هم برآمد کردند. شما میدونید که پیشنهاد شده بود که یک کمربند امنیت تشکیل کرده شود یک مرکزی هماهنگسازی مقاومت بر ضد تروریسم. اینا همش تشبسات بین‌المللی محترم امام رحمان میشن که اونها نه تنها با تامین امنیت در کشور ما بلکه به تمام منطقه عموما به در آسیا داخل داشتند و امروز خوشبختانه این تشبسات پیشوای ملت محترم امام رحمان در بین سران کشورهای دیگر یعنی که دستگیری یافتند و آنها هم درک نمودند که در حقیقت اندیشه‌های سیاسی فلسفی سیاسی جناب عالی خیلی هم یعنی که به همون منفعتی برای رشد کشورهای آسیا مرکزی روانه شدند. تشکر زیاد برای دریافت امکان و تماس با ما. بیننده های گرامی، در واقع پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه بین المللی با تشبس های سازنده و بشردوستانش همچون راهبر نقشگذار در حل مشکلات گلوبالی اعتراف گردیده است. پیشنهاد و تشبس‌های منطقوی و جهانی سرور دولت تاجیکستان در مسائل گوناگون منطقوی و جهانی به نفع تمام مردمان سیاره بوده برای تامین آینده با سعادت نقش نظررس می‌گذارند. تماس ما بود با رستم حیدرزاده، دیرکتور انستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان.